بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم صحتمند و سلامت و شادکام بوده باشید. خوشحالیم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه باز هم در خدمت شما سروران و بزرگواران هستیم. با اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح به برنامه خودتان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما جناب استاد و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما قرار داریم. سلامت باشین. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. خوب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به یاد داشته باشید ما در برنامه گذشته بحثمان را پیرامون تکفیر و تکفیری آغاز کردیم و قبل از برنامه گذشته در جلسه ما قبل آن پیرامون افراط و تفریط و افراطی ها صحبت داشتیم و بحثمان پیرامون تکفیر و تکفیری همچنان ادامه دارد و در برنامه گذشته بحث آغاز شد و ما روی چند نقطه روی مفهوم تکفیر و تکفیری و کفر و اقسام کفر و همچنین برخی از نصوصی که مسلمانان را از وقوع در فتنه تکفیر هشدار داده اشاره کردیم و همچنین به ضوابط تکفیر اشاره شد و در آخر برنامه گذشته به نخستین گروه های اشاره شد که دچار فتنه تکفیر شدند و بحث را همچنان ادامه میدیم. جناب استاد فاتح، چه بهتر است این بحث را باز هم از معرفی نخستین گروه هایی که دچار وقوع در فتنه تکفیر شدند آغاز کنیم؟ خیلی ها مختصر البته. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد، حقیقت امریه که آنچه که متاسفانه جامعه اسلامی یا در صورت کل بگین جوامع اسلامی به آن دوچار شدن بعد از فتنه که حقیقتا عبدالله ابن سبع یهودی در میان مسلمان ها ایجاد کرد که خروج بر علیه امام وقت یا امام زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بود و بعد از آن فتنه های بعدی که اتفاق افتاد، حقیقتا آنچه انسان نتیجه میگیره اولین کسانی که یا اولین گروه هایی که به فکر تکفیری روی آوردن و اصحاب پیامبر را تکفیر کردن از جمله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت معاویه و حضرت علی رضی الله عنهم و دیگران، وقتی که اینها تکفیر میشن توسط خوارج تکفیر میگردن و همچنین فکره بسیار خطرناک و فکره بسیار وحشتناکی که ریشه آن توسط یهودی ها یا اصل و پایه آن توسط یهود گذاشته شده که فکره روافضه، اینها هم متاسفانه با فکر تکفیر و با فکر کافر دانستن دیگران متاسفانه مبتلا هستند. ولی اولین فکری که تکفیر را به وجود آورد و یا به تعبیر برخی از ائمه و علمای بزرگوار میگن اولین بدعتی که در اسلام به وجود آمد بدعت خوارج یا بدعت تکفیر خوارج بود که خوارج این بدعت را به وجود آوردن که تکفیر مسلمانان بکنن بدون هیچ قاعده‌ای، بدون هیچ ضوابطی، بلکه بر اساس هوا و خواهشات نفسانی خودشان و بر اساس فهم غلطی که از دین داشتن شروع کردن به تکفیر کی؟ اصلا یعنی نه عامه مردم بلکه تکفیر صحابه پیامبر
کسانی که الله سبحانه و تعالی آنها گفته من از اونها راضی هستم، کسانی که پیامبر علیه السلام در مورد هر کدام اینها فضائل بیان کردن، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله تعالی عنه و همچنین معاویه رضی الله عنه و دیگر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین که اینها نور چشم پیامبر بودن، این مردم اولین کاری که کردن اینها را تکفیر کردن و اینها را استغفر الله از دین، از دایره دین خارج کردن، و یا کسانی که مخالفین اینها بودند به صورت کل اینها را تکفیر کردند. و این منهج و نهج اینهاست که همیشه مخالفین خود را تکفیر میکنن و هر کس که با اونها مخالفت بکنه خیلی راحت مورد تکفیر قرار میگیره و کافر خوانده میشه و حلال الدم قرار میگیره و با او برخورد میکنن که با یک کافر حربی این برخورد میشه و او را مرتد میدانن. بله. اما جناب استاد فاتح گرامی یعنی تعجب برانگیز است که کسایی که خودشان رأس تکفیری ها هستند و اتباع از خوارج میکنن، بلکه شاید بگیم بدتر از خوارج، به مراتب بدتر از خوارجند، اینها امروز ادعای وسطیت و ادعای میانروی و ادعای اعتدال میکنن و امروز شاید اکثریت بیننده ها شاهد باشن که جنگ که علیه ملت آزاده سوریه در خاورمیانه جریان داره زیر نام این که ما گویا با تکفیری ها در حال جنگ هستیم و از طرف رهبر رژیم آخوندی و ولی صفی این اعلان میشه، بارها اعلان شده که ما در حال جنگ با تکفیری هستیم. یعنی جای تعجب اینجاست که اینها خودشان رأس تکفیر هستند و اگر رأس تکفیر نمیدن بین چه کسان آمدن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم را که نصوص از قرآن و سنت ما داریم که خدا و رسولش از ایشان راضی اند و رسول الله صلی الله علیه و سلم طوری که جناب استاد فاتح شما اشاره کردین در احادیث مختلفه فضایل اونها را بیان کرده، اینها را میان تکفیر میکنن و از طرف دیگه ادعا میکنن که ما با تکفیری ها در جنگ هستیم. من نمیفهم که کدام انسان عاقل، کدام انسان حتی بگیم با شعور این ادعا را میپذیره. انسانی که از عقل و درایت و فهم اندک برخوردار باشه من فکر نکنم که فریب و گول این طور ادعاها را بخوره. جناب استاد اگر شما حقیقتا به تاریخ اینها برگردین و یعنی تاریخ اسلام هر کدام از بینندگان عزیز مطالعه بکنن، به این نکته پی میبرن که این مردم همیشه در رأس، یعنی به شکل دیگه بگن این مردم همیشه شعار دادن و بر علیه مخالفین خود که والله اینها تکفیری هستن، اینها ناصبی هستن، اینها وهابی هستن، حالا با الفاظ مختلفی که در زمانهای مختلف اینها به کار می بردن، ولی در حقیقت خودشان یعنی اینها بگن مرجع تکفیری ها هستند. یعنی حقیقتا اصول و مبانی بزرگ تکفیری ها خودشان هستند که دیگران را تکفیر میکنن، میکشن، میبندن، تجاوز میکنن، سرقت میکنن، مال مردم را میبرن، خانه مردم خراب میکنن و از این قبیل چیزهایی که الحمدلله امروز خوب الحمدلله واضح شده. شما اگر جناب استاد در دولت فاطمی ها یا عبیدی ها نگاه بکنیم، قبل از آن قرامیته را ببینین شما، بعد از آن مثلا با اینها با چنگیز، با مغول ها با چنگیز اینها دست یکی شدن، به بغداد حمله کردن، 70,000 نفر در اونجا کشتن، مسلمان ها را در اونجا قتل عام کردن، کتابخانه مسلمان ها را همه را آتش زدن. نصرانی ها توسط کی داخل شد؟ یا تتار توسط کی داخل شد؟ چنگیز توسط کی داخل شدن؟ توسط همینا بودن جناب استاد. توسط همین ها داخل شدن و کشورهای اسلامی را تباه کردند و امروز هم راحت میبینین که از یک جهت بوق تبلیغاتی اینن که والله تکفیری ها، از یک جهت دیگه با آمریکا هم دست میشن، با روسیه هم دست میشن، با چین هم دست میشن، با کمونیستا و کافرا و با تمام ملحدین هم دست میشن. بر علیه کی؟ بر علیه کی؟ به تعبیر خودشان بر علیه وهابیت یا بر علیه تکفیری ها. ولی حقیقت امر اینه که اگر فکر اینها تکفیری نباشه قتل مردم را جایز نمیدانن، قتل مردم جایز نمیدانن، مردم را کافر گفته میکشن، اطفال را کافر گفته میکشن و زنان را کافر گفته میکشن. فاتح به مو قاعده عمل میکنن که بهترین شیوه دفاع از نفس هجوم است،
چون اینا دارن پولی که از خمس از مردم، از بیچاره ها، از فقرا، از مردمی که در زندان بزرگ ایران حالا زندانن، از او پول میگیرن، رسانه میسازن و از طریق رسانه ها روز تا بگه به صورت شبانه روزی و 24 ساعت به خورد مردم ایره میتن که گویا اینها معتدل هستن و میانه رو هستن و دیگرها تکفیری هستن. و امروز هم تکفیر، خب شاهد هستیم که چه کسی طرف مقابل تکفیر میکنه. بله بدون شک اینها کاملا واضحه. جناب استاد اگر وارد این بحث شویم که در اصل که ما در زمانی که ما در برای زمانی که ما زندگی میکنیم امروز واقعا چی گروه نهجش و روی کردش به تکفیر و تکفیری های عصر اول یا صدر اسلام بگیم یا در عهد صحابه که صورت گرفت، کدام یک از این گروه ها به نهج خوارج و تکفیری ها نزدیکتر هستند؟ جناب استاد ما اولا گفتیم که خوارج حالا اونها تکفیری هستند و تکفیری بودن، ولی تنها خوارج نبودن، حتی گفتیم بعداً هم که گروه های مثل روافض که توسط عبدالله ابن سبع یهودی به وجود آمدن، اینها حقیقتا اول همون خوارجی بودن که بر علیه برخی از اینها همون خوارجی بودن که بر علیه عثمان رضی الله تعالی عنه قیام کردند و عثمان رضی الله عنه را به شهادت رساندن و تکفیر کردند و بعد از آن هم به صف حضرت علی برخی از اینها داخل شدند و همین اصحاب علی رضی الله عنه باز شدن خوارج بعدی، خوارجی که باز با حضرت علی رضی الله عنه جنگیدند و حضرت علی رضی الله عنه جنگ بسیار سختی با اینها کرد. اینها حقیقتا اگر خواسته باشیم ما نامهای گروه ها را بگیریم این بسیار مشکل جناب استاد، ولی به صورت وصفی میگین برخی از اینها را. خوارج اصولی که دارن، اصول و مبادی که داشتن و دارن، یکی از اصول و مبادی اینها تکفیر غیرشان هست. تکفیر غیرشان هست یعنی کسی که بر اساس منهج اونها سر نگذاره و منهج آنها را قبول نکنه خیلی راحت را تکفیر میکنن، خیلی راحت، یعنی مثل آب خوردن پیش اونها. تکفیر دیگران در نزد اونها مثل آب خوردنه، خیلی راحت او را تکفیر میکنن و میگن چون این بر اساس منهج ما نیست، بر اساس فکر ما نیست، بناهن کافره. بناهن کافره. همین منهج را جناب استاد، همین منهج را دقیقاً روافض دارند، روافضی که امروز هستند و حتی خوارجی که امروز هستند. خوارج بعضی ها فکر میکنن خوارج خلاص عمرشان تمام شد و همان در زمان در صدر در عهد خلفای راشدین یا ما بعد خلفای راشدین وجود داشتن و منقرض شدن، از بین رفتن. نه جناب استاد، این طبیعت اهل باطل همیشه لباس عوض میکنه. یعنی امروز با این لباس میایه، فردا با لباس دیگری داره، یعنی تحت اون عنوان نمیایه که بگه من خارجیم، خوارجم. خب مردم را شناختن، وقتی بگه خوارجم خب مردم همه میشناسن. یا فروعاتی که خوارج دارن خودشان را به اونها نسبت بدن نمیدن. ولی جناب استاد ما از کجا اینها را میشناسیم؟ از اصول و مبادی که خوارج گذاشتن میبینیم که امروز اینها دارن. مثلا از جمله اصول و مبادی که خوارج دارن تکفیر غیرشان گفتیم هست. یا کسی که گناه میکنه او را تکفیر میکنن، قتلش را جایز میدانند بدون اینکه ضوابطی را نسبت به او انسان مورد توجه داشته باشند. قتل و کشتار و به هر حال زدن و مردم را از بین بردن و این مسائل، اینها حقیقتا جناب استاد بدون دلیل و بدون هیچ دلیل اینها از همان عقاید و از همان اصول و مبادی خوارج هست. و هر کسی که تحت این عنوان باشه، یعنی مردم را بی گناه بکشه، مردم را تکفیر بکنه، کافر بکنه که والله فلانی کافره، فلانی کافره، فلانی حلال الدم، باید کشته بشه، باید خونش ریختانده بشه، باید مالش گرفته بشه و از این قبیل چیزها، اینها حقیقتا جناب استاد اینها همان منهج خوارج را گرفتن. یا مثلا رافضی ها را وقتی که ما میگیم جناب استاد، البته در اینجا یک نکته باز بکنم، پرانتز باز بکنم جناب استاد، ما وقتی میگن رافضی به این معنا نیست که عموم برادران و خواهران اهل تشیع یا شیعیان ما بکوبیم و بگین اینها هم تکفیری هستند. حقیقت امر اینه که بیچاره ها نمیفهمن، اغلب اینها این مسائل رو نمیفهمن. مشکل اینجاست که هیچ اطلاعی ندارن. شاید مشکل باشه و شاید از جهت بگین خوبه که نمیفهمن این مسائل. اگر میفهمیدن امروز یک سنی نمیتوانست در کنار اینها زندگی بکنه. خوبه که نمیفهمن. اگر میفهمیدن و این
کتب اینها که سراسر و مملو از این تکفیر غیرشان هست و یا تکفیر اهل سنت به نام ناصبی که میگن ناصبی حلال الدم، ناصبی واجب القتل، ناصبی فلانه و بعدا میان در وصف ناصبی چی میگن؟ بعضی ها خب به هر حال مغلطه میکنن که نه، ناصبی کسیه که دشنام بده، سب و شتم اهل بیت پیامبر بکنه، که ما در این مورد با اونها موافقیم. کسی که سب و شتم اهل بیت میکنه این ناصبیه. ولی اینها تعبیر دیگری دارن، هر کس که امامت ائمه 12 را قبول نکنه، حتی که امام ابو حنیفه باشه، ناصبیه. مثل که صراحتا در کتبشان موجوده که امام ابو حنیفه رحمه الله را یک فرد ناصبی میخوانند. جناب استاد فاطمی، اگر فقط اینجا پیش از اینکه شما موضوع رو تکمیل کنید، فقط من میخوام بپرسم و برای بیننده ها و برای حتی اهل تشیع که بیچاره ها از دینشان دور نگه داشته شدن، این نقطه واضح شود که براستی چی کسی به اهل بیت نزدیکتر است، چی کسی اتباع از اهل بیت داره، اهل بیت چی کسایی هستند؟ والله جناب استاد، کسایی که اهل بیت درست میشناسن، کسایی که منهج اهل بیت درست فهمیدن، نه منهج عبدالله ابن سبع یهودی، بلکه منهجی که اهل بیت دارن، منهج قرآن و سنت. منهج قرآن و سنت، چیزی که جد بزرگوارشان پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته‌اند به آن عمل کردن و به آن چسبیدن و آن را توجه کردن و به آن چنگ زدن، این حقیقتا پیروی از اهل بیت علیهم السلام. و اهل بیت شدن به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، وگرنه اینها هم افراد عامی بودن، افرادی بودن مثل دیگر مردم، ولی زمان اینها خاص شدن و برای اینها فضائل بیان شد به خاطر نسبتشان به رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کس اتباع پیامبر علیه السلام را بکنه و هر کس اتباع قرآن کریم را بکنه و آن گونه ای که قرآن گفته و آن گونه ای که پیامبر علیه السلام گفتند با آن روش و با آن منهج روان باشه، این واقعا پیرو درست و پیرو واقعی اهل بیت علیهم السلام. شما اهل سنت هستین، مثلا شما سنیستین، نظر شما در مورد اهل بیت چیست؟ نظر من جناب استاد، یعنی کدام نظر شخصی بنده ندارم، نظری که عموم اهل سنت و ائمه اهل سنت دارن، که ما به اهل بیت علیهم السلام احترام خاص داریم، آنها را بزرگ می‌داریم به خاطر پیامبر علیه السلام. این را بار بار تکرار میکنم، به خاطر نسبتی که اینها با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. و هر کس دشمنی اینها را بکنه از جمله نواصب حساب میشه. و ما در عقاید اهل سنت، در کتب عقیده اهل سنت، چی کتبی که مثلا در عقیده مذهب امام ابو حنیفه نوشته شده، مثلا کتاب فقه اکبر، کتاب عقیده طحاویه، شرح عقیده طحاویه و بقیه کتب، شما ببینید جناب استاد در باب عقیده یا در بابی که در باب صحابه صحبت میکنه، ذکری از اهل بیت علیهم السلام میکنه و اینها را تعریف میکنه، تمجید میکنه و این نظر اهل سنت که باید به اینها احترام داشته باشیم. بله. عقیده امام مالک رحمه الله را ببینین، عقیده امام شافعی را ببینین، عقیده امام احمد ابن حنبل ببینین، بقیه ائمه بزرگوار اهل سنت، چی از زمانی که یعنی از زمان این ائمه بزرگوار و قبل از ایشان و بعد از ایشان، همه اینها را ببینین متفقاً به احترام اهل بیت علیهم السلام. ولی جناب استاد یک مشکل هست، مثل که مشکلی که ما با مسیحیت داریم. بله. وقتی ما میایم مسیحیت را انتقاد میکنیم، یک مسیحی میاد میگه که این دشمن عیسیه. بله. میگی دشمن عیسی. بابا جان، من دشمن عیسی نیستم. عیسی علیه السلام را به گونه‌ای قبول دارم که در قرآن من آمده، در دین من آمده. مثل تو او را اله نمیدانم، معبود نمیدانم، خدا نمیدانم. حالا چرا اینها ما را متهم میکنن که شما ناصبی هستید یا شما اهل بیت را دوست ندارید؟ به خاطر اینکه روایات دروغ و ساختگی آنها را قبول نداریم. روایات دروغ و ساختگی اونها را ما قبول نداریم، مخالف قرآن، مخالف قول پیامبر علیه السلام. ما تکفیر صحابه را قبول نداریم. بله، ما قبول نداریم. آن چی که از اهل بیت علیهم السلام با سند صحیح ثابت شده که ما در کتب اهل سنت داریم جناب استاد. در کتب اهل سنت داریم احادیثی از امام جعفر صادق رحمه الله و رضی الله عنه و از پدر بزرگوارشان محمد باقر و دیگر ائمه، مثلا امام علی ابن حسین زین العابدین، حضرت حسن و بقیه ائمه بزرگوار. ما از اینها حدیث داریم، روایت داریم. در بهترین کتب ما، در صحیح ترین کتب ما از اینها روایت آمده. از فاطمه رضی الله عنها روایت آمده، از علی رضی الله تعالی عنها روایت آمده. ما چگونه میتوانیم با اینها دشمن باشیم؟ چگونه میتوانیم با اینها دشمن باشیم؟ توضیح دادین که اگر یک شیعی یک اهل تشیع میبینه
منصفانه برخورد کنه با خود، لحظه بیاندیشه واقعا این حرفی که این آخوندها به خورد از اینا میتن و میگن سنی ها ناصبی اند و وهابی اند و نمیفهم تکفیری اند، این درست است یا؟ حقیقت امر جناب استاد چنانچه اشاره کردم، مشکل ما با اینها مثل مشکلی که ما با مسیحیت داریم. ما میگین که روافض نه، مشکل ما با اینها مثل مشکل ما با مسیحیت. بله. حقیقت امر ایه جناب استاد. ما وقتی که میگین روایات دروغین شما را قبول نداریم، روایاتی که محمد باقر مجلسی آورده یا این محمد ابن یعقوب کلینی آورده یا دیگران آوردن، ما این روایات دروغین شما را قبول نداریم. اینها میگن اینها دشمن اهل بیتن. شما را اصلا کی به اهل بیت نسبت داده؟ کی نسبت شما را تعالی قبول کرده که باز شما اصلا شما کجا و اهل بیت کجا؟ مثل که به مسیحیت میگیم شما کجا و عیسی علیه السلام کجا؟ شما اصلا ربطی ندارین به اهل بیت، خودتان را به اهل بیت چسباندین. هر کس که مخالف شما شد یعنی مخالف اهل بیته. ناصبی رضی الله تعالی عنهم. و اینها بزرگوار بودن، اینها مورد احترام ما هستن. ما تقیه هم جناب استاد نمی کنیم که بحث تقیه اینجا باشه که حالا ما پشت کامره نشستیم اینجا به خاطر که 4 تا اهل تشیع حرف ما را میشنوه به خاطر اونها خوش بشن. به والله قسم نه به خوشی کسی ما اصلا توجهی داریم، نه به این که کسی از ما ناراحت میشه توجهی داریم. این یک حقیقت مذهبی ماست جناب استاد. این یک حقیقتی است که در دین ما وجود داره، در اسلام ما وجود داره. ما نمیتوانیم که با این بزرگواران، با کسانی که اینها دین را برای ما رساندن، ما چگونه با اینها دشمنی بکنیم؟ برخی از اینها اصحاب پیامبرند رضی الله تعالی عنهم، اهل بیت پیامبرند. اینها در آغوش پیامبر برخی از اینها بزرگ شدن یا سنی در آغوش پیامبر علیه السلام بودن. چگونه ما میتوانیم با اینها بیاین ما مخالفت بکنیم؟ چیزی از دین ما برای ما باقی نمیمانه که بیاین با اینم مخالفت بکنیم، با اونم مخالفت بکنیم. و حقیقت امر جناب استادیه که نظر اهل سنت و جماعت واضح و آشکاره، بدون تقیه، بدون اینکه ترسی از کسی داشته باشن، عقیده خود را همیشه گفتن و بیان کردن. اما میایم درباره رویکرد روافض و نهج روافض. جناب استاد حقیقت امریه که ما چنانچه گفتیم و به تعبیر اونها ادعا کردیم، میخواین ادعای خود ثابت کنین که اهل روافض یا رفض، اهل تشیع نگم، رافضیان اینها بالعموم اهل سنت را تکفیر میکنن. دلیل دارین؟ بالعموم اهل سنت را تکفیر میکنن. بله جناب استاد، از کتب خودشان. مثلا این کتاب جناب استاد شما در اینجا ببینید، کتاب من لا یحضره الفقیه هست. بله. کتاب من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوقه، یکی از علمای بزرگ این هاست. نمایش بتن در این کتاب من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق. بله. بعد ببینید شما جناب استاد، این هم خب به هر حال آن دارالنشر هست که در کجا چاپ شده و اینها بعضی از مشخصات کتاب هست. شما جناب استاد در اینجا ببینید، در صفحه چند؟ بله صفحه 621. صفحه 621 این جلد اینجا مشخص نشده، پیش من صفحه حدیث روایت هست. روایت شماره 5194 621 گفته نه؟ بله 621 یا روایت 5194. اینجا جناب استاد میایه از امام کسی پرسان میکنه، راوی از امام پرسان میکنه، میگه که فقلت له، میگه من از امام پرسان کردم که ارأیت من جحد الامام منکم ما حاله، کسی که یکی از امام ها را، یکی از ائمه را انکار میکنه حالش چیست؟ فقال، پس گفت امام من جحد اماما، کسی که امام را انکار بکنه، برئ من الله و برئ منه و من دینه فهو کافر، او از الله بیزار شده، از دین الله بیزار شده، و فهو کافر مرتد، کافر است و مرتد است عن الاسلام، از اسلام. لان الامام من الله، چرا که امام از جانب الله متعال. این هم یک دروغیه به هر حال که اینها چسباندن به امام و به ائمه بزرگوار که گویا ایشان این قول را از ابی جعفر روایت میکنه. به هر صورت المهم این که اینجا جناب استاد چی میگه؟ میگه که کسی که امام را انکار بکنه چی میشه؟ کافر میشه و مرتد میشه. فهو کافر و مرتد عن الاسلام، کافر و مرتد از اسلام. جناب استاد کدام یکی از ائمه اهل سنت و کدام یک از اهل سنت تا حالا امامتی که اینها ساختن، امامت قضایی که اینها ساختن قبول داشته و قبول داره؟
هیچ کسی که بر او جناب استاد اعتماد میشه و او اهل سنت به او بگن، اصلا یکی از نشانه های مهم و یکی از نشانه های اساسی که میان اهل سنت و این هاست اینه که اهل سنت و جماعت این امامت کذایی را قبول ندارن. این یک فرق کلیه در میان اهل سنت و اینها. بله. و الا اینکه اگر کسی اهل سنت باشه بدون شک نمیتونه که این فرد بیایه و به هر حال ادعا بکنه که من امامت را قبول دارم، امامت شیعه را قبول دارم، بعد از آن هم بیایه ادعا بکنه که من سنی هستم. غیر ممکنه. هیچ امکان نداره. اصلا نمیتونه که همچون حرفی باشه. جناب استاد در کتاب دیگر اوائل المقالات از شیخ مفید، اوائل المقالات از شیخ مفید، اینجا را دوستان زوم بکنن ببینین که چی میگه. میگه که واتفقت الامامیه على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجب الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. چی میگه جناب استاد؟ شما ترجمه بکنید. نه بفرمایید خودتون جناب استاد. میگه که امامیه، بله، امامیه بله. یعنی مذهب امامیه در صورت کل، علمای امامیه همه متفقن، بله، متفقن و اجماع دارن که کسی که امامت یکی از ائمه را انکار بکنه، بله، این چه کار میشه؟ فهو کافر ضال، این کافر و گمراه، مستحق للخلود فی النار، این مستحق که داخل جهنم برای همیشه باقی بمانه. کسی که امامت قبول نکنه، امامت یکی از ائمه را قبول نکنه، یکی از ائمه را قبول نکنه. این که کل ائمه را قبول نکنه به تعبیر اونها به آن امامتی که خودشان ساختن، بله، با آن وصفی که برای این امام دادن که امام باید دارای این اوصاف باشه، دارای این اوصاف باشه، صفاتی که برای امام نقل کردن که هیچ یک از اهل سنت این را قبول ندارن و او را نعوذ بالله احیانا از به صورت وصفی در جایگاه پیامبر علیه الصلاه و السلام نشاندن و او را صاحب تشریع نعوذ بالله حساب میکنن و او را به هر حال کسی میدانن که به هر حال غیب میدانه و از این قبیل چیزها. این امام اگر کسی قبول نکنه، حتی یکی از ائمه را قبول نکنه، حتی که 6 امامی هم باشه، کافره. چی برسه به اهل سنت؟ پس اینجا جناب استاد فاتح گرامی واضح شد که نظر به اقوال علمای از اینا و روایات اینا که در کتاب‌های معتبرشان آمده، اهل سنت تمامشان کافرند و مستحق خلود در جهنمند. بدون شک جناب استاد. این حرفیه که حرف ما نیست، حرف خودشان هست، حرف خودشان هست. و الا که یک کسی بیایه بگه اینها دروغ گفتن، خود راحت بیایه بگه دروغ گفتن، اینها دروغ گفتن، خلاص یک چیزی از پیش خود گفتن و ما این را به عنوان یک شیعه قبول نداریم. خلاص وقتی که این را به عنوان یک شیعه قبول نداشته باشه، دین شیعه وجود نداره، چیزی باقی نمیمانه. اصلی از اصول دین کسی انکار بکنه، کسی اصلی از اصول دین انکار بکنه، مسلمان نمیمانه جناب استاد. ما هم میگیم که کسی اصلی از اصول دین ما را انکار بکنه مسلمان نمیمانه. کسی توحید انکار بکنه، کسی نبوت انکار بکنه، کسی معاد انکار بکنه، به نزد ما مسلمان نیست، به نزد ما مسلمان نمیمانه این فرد. به نزد اینها هم که اصلی از اصول دین آنها که مسئله امامت هست کسی قبول نکنه، کافر جناب استاد، کافره. و این را خودشان تصریح کردن و حتی این شیخ مفید میگه در اوایل المقالات میگه که واتفقت الامامیه، امامیه اتفاق دارن به این. امامی هدفش علما و ائمه کبار امامی بله است. بله این افراد خردوکچی که این افراد عامی را نمیگه، کل علمای بزرگشان به این متفقن، علمای بزرگشان به این متفقن و این حقیقتی جناب استاد غیر قابل انکار. اگرچه امروز میان برخی ها تقیه میکنن که نه والله منظور این نیست و این به هر حال چیز دیگری است. منظور چی نیست؟ از این که واضح نمیشه. خب در کتاب معتبر و واضح نوشته است دیگه. از این قبیل جناب استاد زیاد دارن اینها، از این قبیل جناب استاد. الا اینکه کسی بیایه خورشید و آفتاب با کف دستش بپوشانه. بدون شک، بدون شک. بنابراین جناب استاد این گروه یا گروه رافضیان خیلی بحث ما و داخل اینها نره، اینها خیلی شناخته شده ان الحمدلله، واضحن. ولی همین قدر جناب استاد برای بینندگان عزیز و گرامی واضح بشه و گفته بشه که از جمله گروه هایی که تکفیر میکنن یکی اینها هستن، رافضیان هستن و خوارج هستن و کسانی که بر نهج خوارج رفتن. امروز هدف ما امروز است. امروز مصداق تکفیری ها میشه در روافض دیده شد، در روافض و خوارج.
بله کاملا واضحه، این یک حقیقت. و امروز ما شاهد هستیم. یعنی من نمیفهم که امروز در این چند روزی که ما زندگی میکنیم و همین برهه زمانی که ما هستیم، این جنگی که امروز در سوریه جریان داره، این نشانه و علامه بارز تکفیری بودن روافض است. کاملا واضحه جناب استاد. این چیزی که واقعا جز انسانی که مشکل روانی داشته باشه این کار کرده نمیتونه. چون بعضیا میگن نه شیعه و روافض این کار نمیکنن و تکفیری نیستن و شما تکفیری هستین. خب تکفیری از این واضح تر میشه که خود شخص بیایه بگه من اینها همهشان مسلمان نیستن، ما اینها را جنگ با کفر است. از این بیشتر میشه؟ نه، حقیقت جناب استاد نمیشه. کاملا واضح و آشکاره و آنچه که امروز انکار میشه و با آن گفته میشه که به هر حال ما با اهل سنت مشکل نداریم، هفته وحدت میگذارن و از اون قبیل، اینها حقیقتا جناب استاد چیزی جز شیر مالیدن بر سر اهل سنت و جماعت نیست و این یک حقیقت انکار ناپذیره. و ما امروز غیر از این که در کتاب‌های اینها موجوده جناب استاد، در کشورهای اسلامی به وضوح میبینین، واضح میبینین که اینها در سوریه چیکار کردن و چیکار میکنن، در عراق، در موصل، بله در بقیه کشورهای اسلامی همچنین. اینها به هر جایی که پایشان رسیده وهابی گفته، یا امروز خب خیلی راحت شده برایشان داعشی گفته، راحت مسلمان ها را میکشند و خودشان برای خود میسازند و خودشان برای خود میبافند و به هر حال بعد از آن را بر سر اهل سنت زده و میکشند و میبندند و خیلی راحت. کسانی که حقیقتا میگن که ما مبارزه با تروریسم میکنین، با اینها همراه هستن، با اینها یکی هستن و حقیقت امریه که تروریسم واقعی هم خود اینها هستن و کسی دیگر نیست. از یک جهت ترور میکنن، میکشن، میبندن و از جهت دیگر هم خیلی راحت اهل سنت و جماعت و عموم اهل سنت به نام ناصبی و به نام وهابی و به نام داعشی و به نام خوارج و به نام اینها تا پس بله خیلی راحت متهم میکنن که اینها خودشان تکفیری هستند و باید امروز جهان بیدار بشه و با تکفیری ها بجنگه و تکفیری ها را نگذاره که اینها به قدرت برسن تا ما تکفیری ها به قدرت برسیم. خب استاد فاتح گرامی، آیا میشه که بر مرتکب عمل کفری، فعل کفری اطلاق کفر کرد؟ یک عمل که جناب استاد کفره بدون شک کفره، ما نمیتونیم بگین کفر نیست. یک عمل که وقت ثابت بشه که این عمل کفره. اما در اینجا سوال دیگری مطرح میشه که آیا کسی عمل کفری انجام بده آیا میتوانیم ما او رو کافر بگین یا نه؟ در این باره جناب استاد میشود گفت که سه منهج وجود داره. بله. سه منهج وجود داره. منهج اول منهج مرجعه که اینها مطلقاً میگن کسی عمل کفر انجام بده کافر نمیشه. عمل کفر انجام بده نمیتونین بر او اطلاق کفر بکنین اطلاقاً. خب این بحث خطا و بحث عمدی و بحث جداست. نه این بحثایی که باز به ما مربوط میشه، ما اهل سنت ضوابط میگذارین. بله. اینها میگن که کسی عمل کفر انجام بده کافر نمیشه، چون جزئی از ایمان هنوز در وجودش هست. غیر ممکنه که این جزء ایمان با کفر مخلوط بشه و این فرد کافر بشه. نمیشه با یک عمل این رو ما کافر بگین. در برابر اینها خوارج میگه که بدون شرط و شروط و ضوابط و قواعد فردی که حتی گناه کبیره هم انجام بده کافر میشه و حلال الدم خلاص، و باید با او برخورده بشه مثل که با کافر حربی میشه. عجیب. اما در برابر این دو گروه جناب استاد منهج درست و منهج مستقیم اهل سنت و جماعت هست که میگن مثل مرجعه نمیگن که مطلقاً کافر نمیشه. بله. عمل کفر کسی انجام بده کافر نمیشه. ما نمیگن که کافر نمیشه، کافر میشه ولی شروطی داره. مثل خوارج هم نمیگن که کسی عمل کفر انجام داد در جا بدون شرط و شروط کافر میشه، بلکه اهل سنت و جماعت میان شروط میگذارن، همان شروطی که جناب استاد ما در برنامه گذشته با آن برخی از آنها اشاره کردیم. بله که به صورت کوتاه اشاره میکنن. بله. اولا گفتین که باید ثابت بشه که اون عملی که انجام داده کفره. بله. یعنی ظن و گمان نباشه، واقعا عملش کفر باشه. ثانیا بعد از این میایم در باره خود فرد که این فرد چگونه آدمیه که این فعل کفر انجام داده. اولا از این که بالغ باشه، عاقل باشه، یعنی دیوانه نباشه، بچه نباشه.
و همچنین اختیاری باشه جناب استاد، این رو از روی اختیار انجام داده باشه، از روی عمد انجام داده باشه، قصدی انجام داده باشه، اختیاری باشه. بله اختیاری باشه، یعنی از روی اکراه این عمل کفر را انجام نداده باشه یا سخن کفر را از روی اکراه نگفته باشه. و همچنین این که فرد بفهمه برای اتمام حجت شده باشه، گفته شده باشه که این عملی که انجام میدی یا این چیزی که گفتی، این گفته تو کفره و این عمل تو کفره. و همچنین این که یعنی شخصی که این کار انجام میده، عمل کفر انجام میده، متأول نباشه، یعنی تعویل نکنه که مثلا عمل کفر انجام داده نمیفهمه، متوجه نیه، این عمل کفر به شکل تعویل میکنه، فکر میکنه که عمل کفر نیست، به نظر این عمل کفر این محسوب نمیشه، بنابراین اگر همچون افرادی آمدن عمل کفر انجام دادن، یعنی با تحت این شرایط و تحت این اوصاف، ما بدون شک میگیم این کافره. ولی البته آن هم که چی کسی در مورد اینها باید بگه کافره، حکم اطلاق کفر میکنه و ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم. بازم اگر میشه که اشاره بکنیم که کسی جناب استاد میتونه که اطلاق کفر بر کسی که عمل کفر انجام داده و این شروط بر او آمده و این شروط در او وجود داره، کسی میتونه این اطلاق کفر بکنه که اهلیت آن را داشته باشه. یعنی ضوابط، اولا کفر بشناسه که عملی که این انجام داده کفر هست یا نیست. و همچنین موضوع دیگر این که این شرایط در این فرد وجود داشته باشه. بنابراین این فرد میتونه که با این جایگاهی که داره، اگر جناب استاد فاتح اجازه بدین من یک میان برنامه کوتاه را میگیرم و پس از این میان برنامه انشالله منتظر باشم بیننده عزیز که بحثمون را تکمیل کنیم. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بنده احمد عزیز افغان از تورنتو از کانادا زنگ زدیم. مریم هستم از فرانسه. امیر حسین هستم از بلژیک. من از شهر جرمنی گپ میزنم. من از سوئد زنگ میزنم، ایرانیم. من خواهر شما هستم، از اروپا و شما زحمت دادم. سلام علیکم، بنده عباس هستم از انگلستان مزاحم حضورتون میشم. جناب آقای انصاری. من محمد هستم از لندن. یه فاطمه از هلند شما را زحمت داریم. بله از هلند. نوررحمان هستم از اوکراین با تماس هستم. من رحیم هستم از ترکیه. فعلا در استرالیا در شهر سیدنی می باشم. من محمد از لبنان زنگ میزنم. مادر محمد هستم از کردستان عراق. عبدالله هستم از آذربایجان. انا یوسف من لهواز. هاشمی هستم از ایران تماس میگیرم جناب انصاری. من بخیر هستم از دبی زنگ میزنم. ما از بحرین زنگ میزنم. مادر محمود اسم الله. آقای انصاری از افغانستان مزاحم میشم. سلام، من هستم از تاجیکستان. من بلالم از کشور قزاقستان. محمد فاروقی از هندوستان. من حسین هستم از روسیه. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد فاتح شما داشتین در ارتباط به اینکه چه کسی حق اطلاق کفر داره. حالا بعد از اینکه ضوابطش ثابت میشه که مثلا همین شروط بر فلان شخص منطبق میشه شروط کفر، اما چه کسی حکم اطلاق کفر این حق داره؟ جناب استاد حقیقت امریه که قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که کوتاهی در مورد بحث گذشته ما داشته باشین در مورد اینکه آیا
هر کفر کافر میکنه یا نه. ما خب منهج اهل سنت و جماعت رو گفتیم. یک غلط فهمی که در میان برخی ها وجود داره، فکر میکنن مثلا آن چی در کتب اهل سنت وجود داره یا چی در مذهب امام ابو حنیفه، چی در مذهب امام مالک، چی در مذهب امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا بقیه ائمه و علمای بزرگوار اهل سنت و جماعت و کسانی که قابل احترامن برای اهل سنت و نور چشم اهل سنت هستند، احیانا در برخی از کتب اینها مسائل پیدا میشه، موجود میشه که هر کس فلان کار انجام داد کافر میشه، یا مثلا میای میگه که فلان چیز کفره، فلان چیز کفره، فلان چیز شرکه. برخی فکر میکنن که به محض اینکه کلمه کفر دی یک بار تکان میخوره میگه که فلانی دیگه کافره، فلانی کافر شد، خلاص به محض اینکه انجام داد کافر شد، بدون اینکه این شروط در او وجود داره، این نفر میفهمه نمیفهمه. این مسائل متاسفانه توجه نمیکنن، یا طرف مخالف که منهج درست اهل سنت و جماعت نمیفهمه، با دیدن یک متن، با دیدن یک کلمه، با دیدن یک جمله در یک کتاب فوراً فلان تکفیری است و این هم منهجشون. بله فلان تکفیریه. چرا تکفیریه؟ به خاطر که فلان چیز گفته کفره. فلان چیزی که گفته کفره، خب باید در اون فردی که این کار رو انجام میده یا سخن گفته این شروط باشه. جناب استاد اجازه بدین که اما در مورد این موضوعی که شما گفتین که چی کسی حق داره، بدون شک کسی حق داره که این مسائل مطرح بکنه یا تکفیر بکنه دیگران را، یا به تعبیر دیگه اگر چه ما نیامدین برای تکفیر کردن که علما تکفیر بکنن مردم را، حکم تکفیر بر یک فرد به هر حال بده، این فرد کفر کرده، اما حکم تکفیر چی کسی بده؟ آیا هر کس میتونه؟ نه. هر فرد کوچه و بازاری نمیتونه بیه سر کوچه و بازار استاد بشه، هر کس که هر عمل انجام داد خلاص تو کافری. این جناب استاد اولا فردی باید باشه که شخصیت علمی داشته باشه و علم داشته باشه که بفهمه اولا همین عملی که این نفر انجام داده کفره. بعد از آن که مشخص شد که این عمل کفره، بعد میایه این عالم نگاه میکنه در خود این فرد که آیا این فرد عاقل هست، بالغ هست، یعنی دیوانه نباشه، از روی دیوانگی انجام نداده باشه، از روی جهل انجام نداده باشه، شاید اصلا نمیفهمه این مسائل، از روی اکراه نباشه. بله از روی اکراه این کار رو انجام نداده باشه، کسی او رو تهدید کرده که به هر حال تهدید واقعی بوده، نفر کفر کرده از دهانش بیرون شده، یا خیلی عصبانی بود نفهمیده یک چیزی از دهانش خارج شده بدون اینکه اختیاری باشه. این مسائل جناب استاد یک عالم میسنجه، بعد حکم کفر این نفر داده میشه، و بعد از این که این فرد توبه میکنه یا نمیکنه و بعد حکم ای از نظر قضایی چی میشه، این برمیگرده به حکومت برمیگرده. هر فرد نمیتونه که این حکم بر او جاری بکنه. این مسائلی که جناب استاد این مسائل پیش پا افتاده نیه که برخی فکر میکنن خیلی عادیه، خلاص تکفیر کردن و کشتن و زدن و به هر حال مردم از بین بردن. و این مسائل جناب استاد حقیقتا وقتی ما در شریعت برمیگردیم در باب حدود و در باب کشتن و در باب قصاص و در باب مسائل دیگه، جناب استاد چنان تنگ نظری های بگین که وجود داره، چنان دقت نظر وجود داره که اصلا وقت انسان میخوانه تعجب میکنه شاید با تحت این شرایط اصلا کسی امروز وجود نداشته باشه. مثلا انسان احساس میکنه پیش خود که شاید اصلا چون این کسی وجود نداشته باشه تحت این شرایطی که اسلام آمده گذاشته، تحت این شرایطی که قرآن آمده گذاشته و پیامبر آمدن گذاشتن و فقهای اسلامی آمدن گذاشتن، شاید کسی اصلا در این مسائل و در این شروط بر او تطبیق نشه و وجود نداشته باشه. به هر صورت نمیگم وجود نداره، یعنی منظورم اینه که انسان احساس میکنه همچون احساسی. و جناب استاد خوبه که اینجا چون در باب تکفیر گفتیم، به هر حال منهج اهل سنت رو گفتیم و بعد از اون که آیا هر کلمه کفر هست و به هر حال این که کفر از بله کافر میشه یا نمیشه، این مسائل مطرح کردن. اجازه بدین که قولی از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل بکنم. بله. اگر از اتاق فرمان تصویر دارن بدن مانیتور رو به آنتن خیلی خوب میشه. اینجا از کتاب منهاج السنه هست، کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، کتابی که واقعا بسیار کوبنده هست و شمشیری است بر فرق اهل باطل که الله سبحانه و تعالی رحمت بعضی باز شما رو متهم میکنن که گویا این کتاب در این کتاب مسائل مطرح شده یا مملو از مسائلی است که دلالت به تکفیر طرف مقابل میکنه. خب کسی که این حرف بزنه حقیقتا حقیقت و مجاز نمیفهمه جناب استاد. بله. چون ما مجازن احیانا برخی از اصطلاحات که مجازن استفاده میشه به این معنی نیست که واقعی باشه، حقیقی باشه. حق مجاز به هر حال الفاظی که همون لفظ بر حقیقت خود نمیره، بر حقیقت خود روان نیست. حقیقت مجاز لفظی یا کلمیه که بر حقیقت خود روان نیست. ما یک
لفظ به کار میبرین ولی حقیقت این نیست که شمشیری به هر حال شمشیر رو کشتن و زدن باشه. به هر صورت منظور من این است که زننده هست و عقاید کفر را میزند، عقاید انحراف را میزند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه مجلد 5 یا جزء 5 صفحه 158 میگه که میگه والخوارج تکفر اهل الجماعه. بله. خوارج میگه که اهل سنت و جماعت تکفیر میکنن و كذلك اکثر المعتزله یکفرون من خالفهم. همچنین معتزله همچنین کسانی که مخالفت ایشان میکنن اینها تکفیر میکنن. اکثر المعتزله نه بله. و كذلك اکثر الرافضه و بیشتر از روافض هم تکفیر میکنند، اغلبیتشون. بله. آخوندهای معممینی که ما برخی از کتب آنها نشان دادیم و برخی که امروز تغییر گذاشتن کنار همچون کاری انجام میدن. صریح میگن اون کسی که تقیه نمیکنه. و من لم یکفر فسق، کسی تکفیر نکنه فاسق شناخته میشه به نزدشان. و كذلك اکثر اهل الهوى یبتدعون رأیا و یکفرون من خالفهم فيه. همچنین اهل هوا و خواهشات نفسانی خودشان برای خود رأی و نظری ابتداع میکنن و برای خود بدعت گذاری میکنن و یکفرون من خالفهم فيه. و بعد از آن هر کسی که دلشان خواسته باشه و مخالفتشان را بکنه تکفیر میکنن. اما اهل سنت چگونه ان؟ میگه و اهل السنت یتبعون الحق من ربهم. اهل سنت اتباع حق میکنن که از جانب پروردگارشان آمده. الذي جاء به الرسول، آن حقی که پیامبر علیه السلام آن را آوردن صلی الله علیه و سلم. ولا یکفرون من خالفهم فيه، و تکفیر نمیکنن کسی که مخالفتشان را بکنه. بل هم اعلم بالحق و ارحم بالخلق كما وصف الله به المسلمين بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس الى آخر کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. جناب استاد این منهج اهل سنت و جماعت، ائمه اهل سنت و جماعت به شمول امام ابن تیمیه رحمه الله که امام اهل سنت و قامه اهل بدعت هست که الله سبحانه و تعالی رحمت بکنه ایشان، همچون حرف میزنن و بقیه اهل سنت هم به همین منوال هستند. نظرشان همین است و فکرشان و منهجشان در باب تکفیر همین است. آنچه که ایشان گفتن و آنچه که ما در قبلا از برخی دیگه نقل کردیم، حتی در برنامه گذشته اگر یادتان باشه که و یاد بیننده ها باشه، از برخی از ائمه اهل سنت همچنین نقولی داشتیم و برخی از مسائل مطرح کردیم. خب جناب استاد فاتح گرامی، آخرین محوری که در مبحث این برنامه و در مبحث تکفیر و تکفیری باقی مانده اسباب و عوامل انتشار مفکوره تکفیری است که اگر اجازه بتین اینجا ما همراه با بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه را میبینیم و بعد از این میان برنامه انشالله شاید هم صحبت های بیننده های عزیز و گرامی و نظراتشان را داشته باشیم و بعد از او در پایان برنامه به مهمترین عوامل و اسباب انتشار اندیشه تکفیری اشاره خواهیم کرد. با هم میان برنامه میبینیم و انشاءالله دوباره برمیگردیم و موضوعمون را تکمیل میکنیم. برنامه‌های زنده شبکه جهانی وصال حق. وأعطوني حبالا من وصالي قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال. 12 ساله شیعه امان اعتقادی را داشتند که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و همه کسانی که امروز متهم به سلفیت و برنامه امامان وهابی شیعه پخش زنده شنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه رحمت پخش زنده یک شنبه ها ساعت 15 به وقت مکه مکرمه، 15:30 تهران، 16:30 کابل و 17 تاجیکستان. برنامه جایگاه سنت در اسلام پخش زنده یک شنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه آموزش حفظ قرآن پخش زنده یک شنبه ها
ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 کابل و 21 تاجیکستان. برنامه بازسازی اندیشه، پخش زنده دوشنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه پرسش و پاسخ، پخش زنده دوشنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه آن روی سکه، پخش زنده سه‌شنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه زلال ایمان، پخش زنده چهارشنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و ساعت 19 تاجیکستان. برنامه منبر وصال، پخش زنده چهارشنبه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 کابل و 21 تاجیکستان. برنامه سفره دل، پخش زنده پنجشنبه ها ساعت 19:30 مکه مکرمه، 20 تهران، 21 کابل و 21:30 تاجیکستان. برنامه دریچه، پخش زنده پنج شنبه ها ساعت 17 به وقت مکه مکرمه، 17:30 تهران، 18:30 کابل و 19 تاجیکستان. برنامه آموزش روحانی قرآن، پخش زنده جمعه ها ساعت 16 به وقت مکه مکرمه، 16:30 تهران، 17:30 کابل و 18 تاجیکستان. برنامه قلب آسیا، پخش زنده جمعه ها ساعت 19 به وقت مکه مکرمه، 19:30 تهران، 20:30 شب کابل و 21 تاجیکستان. شما می‌دانید در شبکه جهانی وصال حق صدیق عکس حسن جمال محمد است. فاروق ظل جاه و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بهار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت اصحاب احمد است. ایمان ما محبت
محبت آل محمد است. ایمان ما محبت آل محمد است. عکس حسن جمال محمد است. فاروق ذل جاه و جلال محمد است. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم و قبل از اینکه به فشرده آنچه استاد فاتح گرامی ذکر کردن بپردازم، از کارگردان عزیز خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا بیننده های عزیز و گرامی که مایل هستند در این برنامه با ما مشارکت داشته باشند مشارکت هایشان را داشته باشیم. خب جناب استاد فاتح گرامی، قبل از میان برنامه به مهمترین گروه هایی که روی کردشان در عصر حاضر به گروه های تکفیری اصول اول میموند ذکر کردن و همچنین به بحث اینکه آیا هر مسلمان حق داره که حکم اطلاق کفر بر کسی بکنه یا ای که چه فعل و مرتکب هر عمل کفری کافر شناخته میشه یا نه و ای که چه کسی حق اطلاق کفر بر دیگران داره. پیرامون این موضوعات صحبت کردن و محور بعدی برنامه که البته اسباب و عوامل انتشار مفکوره تکفیری است باقی مانده. اگر بیننده های عزیز و گرامی پشت خط هستند، من منتظر شنیدن صحبت هایشان هستم و الا برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. خب تا حال تماسا با بیننده ها برقرار نشده. جناب استاد فاتح گرامی، فکر کنم من هر باری که میگم که با شما صحبت آغاز میکنم میخوام سوال کنم تماسا برقرار میشه. خب اولین بیننده را میگیریم. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. بیننده گرامی شما روی خط هستین، مستقیما صحبت کنین. سوالتان اگر در ارتباط به موضوع برنامه باشه بفرمایید بیننده گرامی. برای زکات بیننده گرامی، مسئله زکات مسائل فقهی و شرعی تقریبا 1.5 ساعت بعد برنامه پرسش و پاسخ به صورت مستقیم و زنده پخش میشه. شما میتونین سوالای فقهی تانه در او برنامه مطرح کنین. متشکرم از شما. اگر صحبتی در ارتباط به موضوع برنامه دارین در خدمت شما هستیم. فهمیدنی بودیم که از زکات میدی. خب این سوال میتونین گفتم در برنامه پرسش و پاسخ، برنامه فتوا مطرح کنین. بله، میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم.
بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی صدایتان اشکال داره، تلفنتان مشکل. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین. خب ما مجبور هستم قطع کنم بیننده هایی که رعایت نمیکنن این مسئله ای که توجه شود که در هر برنامه نقطه تذکر داده میشه که از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین. وقت تماسایتان برقرار میشه مستقیما صحبتتان آغاز کنین. اما متاسفانه برخی از بیننده ها این نقطه را در نظر نمیگیرن و وقت خودشان هم تلف میکنن وقت بیننده ها را. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ محمد هستم از ایران. آقا محمد بفرمایید در ارتباط با موضوع برنامه اگر صحبت دارین. شما خودتو تکفیر هستی که صفت نفع که صفت انتر نفع. البته این صحبتتان و این الفاظی که شما به کار بردین گویای اخلاق شماست و اخلاق شما را به نمایش میگذاره، اخلاق شما و اخلاق آخوندهایی که شما را تربیه کردن. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی کنیم بیننده گرامی، از کجا صحبت میکنیم؟ از تاجیکستان. علی محمد هستم. بفرمایید برادر گرامی، اگر در ارتباط به موضوع برنامه که تکفیر و تکفیری است اگر صحبت دارین در خدمت شما هستیم. سوالای فقهی اگر سوال فقهی داشتین مجبور میشیم که باز شما را هم راجع کنیم به برنامه پرسش پاسخ. بفرمایید. نه درباره برنامه بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اولین اینکه در شبکه زلالت من یک نوار دیدم از برادران اهل سنت، با آنها تماس میگیرید و درباره سوره آیت 5 سوره احقاف سوال گذاشت، اما آخوند جواب نداد، برای چی ریشه به ریشه خود میزد. اونها که از بس که تکفیری که هستند نمیخواهند که حقیقت رو مسلمانان بفهمند و بدانند که تکفیری حقیقی هست و فقط 2 نفره با آن حمله کردن درباره نماز 5 وقت 3 وقت میخونن شیعه این گونه خلاص از موضوع گریختم و خواهش من از این بود که از استاد فاتح عزیز که این آیه را صراحتاً با ما واضح چی میکردن؟ آیه 5 سوره احقاف. خب منهج آخوندهای رافضی واضح است. اونایی که نمیخوان که حق به مردم برسه چطور بیاین اونا حق بیان کنن؟ اونا اصلا منهجشان و روی کردشان است که حق را مخفی بدارن، حق را بپوشانن، حق را پنهان کنن تا مردم از حق و حقیقت آگاه نشوند. وقتی مردم از حق و حقیقت آگاه شدن دیگه بازار آخوندا کساد میشه، دیگه چیزی برای تجارت باقی نمیمونه. تشکر از شما بیننده گرامی. الله شما را یوز کنه. سلامت باشین. سلامت باشین. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، شما وصل هستین. و علیکم السلام. بفرمایید. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنید؟ بفرمایید بیننده گرامی، فقط اندک صدایتان بلندتر بکنین، آرام صحبت کنین تا صحبت‌هایتان ما بتونیم بشنویم. بفرمایید. سوال ما در مورد موضوع برنامه شما همیشه که یک تعداد کسایی که در سرزمین‌های اسلامی خواهان حکومت‌های غیر اسلامی هستند، یعنی منظورم لایک‌ها و سکولارها است، آیا با اینها کافر گفته می‌توانیم یا مسلمان؟ درست است، سوالتان گرفتیم. تشکر بیننده گرامی. خداحافظ. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی. خدا این اهل سنت است. بیننده گرامی خود معرفی بکنین، آرام صحبت کنین، از کجا صحبت میکنین؟ میگم محمد هستم از ایران. آقا محمد بفرمایید. میگم آقای فاتح وهابی هست. شما چی هستین؟
از وهابیت اطلاع دارین؟ متاسفانه یک تعداد میاین بدون از اینکه از هیچ چیز اطلاع داشته باشن، چون توتیوار حرفای آخوندها را تکرار میکنن و این بیچاره ها واقعا ملامت نیستن، چون اینها تعدادی هستن از افراد مزدبگیری که در اطلاعات ایران کار میکنن و وظیفهشان انجام میدن. واقعا از اینها ما شاکی هم نیستیم و این بیچاره به خاطر گرفتن مزد مجبور هستن که کار کنن. بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بیننده گرامی بفرمایین. سلام علیکم برادر عزیزم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین. محمد هستم عزیز برادر. شناختم آقا محمد، در خدمت شما هستم. قربان شما برم. عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوارم که چهرهشو که نمیبینم. کارگردان عزیز چهره استاد فاتح نشان بدین که آقا محمد گرامی میخوان استاد فاتح ببینن. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قربان شما برم. من تشکر از شما، جزاک الله خیر. من موضوع برنامه رو نمیدونم درست متوجه شدم یا اگه یک بار دیگه بفرمایید. آقا محمد گرامی، ما طی 2 برنامه گذشته در ارتباط به البته برنامه گذشته و این برنامه داشتیم در رابطه به تکفیر و تکفیری صحبت میکردیم. البته به مفهوم تکفیری پرداختیم و ضوابط تکفیری و اولین گروه هایی که به تکفیر پرداختند و به برخی موضوعات دیگر در این برنامه پرداختیم. بفرمایید. من استاد اینجوری متوجه شدم که به کسی مثلا تکفیر نکنیم، نگیم کافره، درسته؟ نه، این که کافر مثلا بله مسلمانی است یا یک گروهی است، این گروه کی حق تکفیرش داره و آیا میشه بدون هیچ ضوابط، بدون هیچ شروط، بدون هیچ موانع ما بیاییم بر کسی برطرف حکم اطلاق کفر کنیم؟ خب این که کافر آقا محمد گرامی، کافر که کافر است دیگه، کافر که صریح میگه من کافرم، در اون بحث نداریم ما. بله، اما استاد بزرگوار خداوند تبارک و تعالی، حالا من آیه‌شو خاطرم نیستش، اما در قرآن فرموده هر کسی برخلاف آن چیزی که من حکم کنه کافره. ومن لم يحكم بما انزل الله. هدفتون این آیه؟ من حالا حضور ذهن ندارم، عربیش نمیدونم، فدای تو بشم من. آره، ولی الان ببین مثلا اهل این تشیع، مثلا همون پسر عبدالله ابن سبع یهودی زنگ زد توهین کرد. پسر عبدالله سبع یهودی بود دیگه، اون با زنش دعوا شد، خواست عقده‌اش اینجوری خالی کنه، اومد توهین کرد. توجه کردیم؟ خب ما از اینا آقا محمد گرامی، ما از اینها شاکی نیستیم. گفتیم این بیچاره ها برخشان در اطلاعات کار میکنن، دارن وظیفهشان انجام میدن. بفرمایید. البته به شما بگم اینا ببین دقیقاً برخلاف قرآن عمل میکنن همه چیشونو. خب اینو ما نمیگیم که الله میگه مرده نمیشنوه، میگه میشنوه، میگه غیر از من کسی رو نخواب میخوان. یعنی همه چیزشون به توهین به خدا، به قرآن، به پیغمبر، به اصحاب رسول الله، همسر رسول الله. خب اینا همه دارن برعکس قرآن عمل میکنن. آیا اینا کافر نیستن؟ طبق گفته الله. خب الان مثلا همین پسر عبدالله بن سبع یهودی اومد زنگ زد. خب این هم جیره خورای ایناست دیگه. خب مثلا اومد یک کلمه هست، ببین اینا ناراحت از این هم که شما اکوره در نمیرید. شما چون پیرو خدا و رسول خدا هستید، اینا میخوان شما رو شادی کنن. واقعا یعنی میخوان یه توهین بگیرن از این شبکه که اینا بکننش. بله. یعنی همینجوری بیان چیزی درست کنن که این آرزو رو به گور ببرن که کوچکترین توهین از این شبکه‌های توحیدی ببینن. واقعا
تشکر آقا محمد گرامی. صحبت دیگری داریم؟ استاد عزیزم هم قربونش برم، زنده باشید ایشالله که هر جا هستید در زیر سایه الله باشید. آمین. اول آمین. الله، وسط الله، آخر الله، فقط الله. آمین آمین. تشکر از شما. ناراحتم از این نباشید. نه برم ناراحتم از این نباشید که این عبدالله ابن سبع یهودی فرزندانش میان تماس میگیرن. آقا محمد گرامی، آقا محمد گرامی، کسی که دنبال رساندن حق و حقیقت به مردم باشه حتما آزار و اذیت میبینه. ما این چیزها را در نظر گرفتیم. هیچ کسی نیست که تو در راه حق خارج شوی و در صدد توضیح و روشن کردن حق برایی و آزار و اذیت از جانب افراد گمراه و افراد منحرف نباشی. حتما این انتظارها را ما داریم. به خدا من حالا نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، قربونتو برم. من دوستان تشکر از شما آقا محمد گرامی. 50 خورده سال در شرک و کفر بودیم. به لطف الله، به لطف الله، به لطف الله با کمک شما شرک و 4 سال ترک کردیم، رفت اومد، تازه فهمیدیم دین یعنی چی. تشکر خداوند شما را حفظ کنه و خداوند شما را در راه راست و در صراط مستقیم حفظ بداره، پایدار بداره. بفرمایید. قربونت برم استاد عزیزم، خیلی هم ازت ممنونم. درد بلا نداشته باشین. اگر هست بخوره تخت سینه مشرکین. تشکر از شما. ناراحت نباش. سلامت باشین. قربونت برم. الله نگهداره. خواهش میکنم. سلامت باشین. سلامت باشین. بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی شما وصل هستین، بفرمایید. سلام علیکم اساتید بزرگوار و درود خدا بر شما. واقعا دستتون درد نکنه با این برنامه‌های قشنگتون عزیز من. سلامت باشین بیننده گرامی. میشه خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟ بله من موحد هستم، شاعر توحید. بفرمایید آقا محمد. شما یک اشعاری از اساتید عزیز خواستم یک شعاری در منهج اهل سنت درباره امامان و خلفا اهل سنت بیان کنم، انشالله مورد قبول شما. اگر بیننده گرامی، چون موضوع ما موضوع تکفیر و تکفیری هاست، اگر کوتاه باشه خیلی در 1 دقیقه وقت داریم بیننده گرامی، در 1 دقیقه. در 1 دقیقه تمومش میکنم انشالله. ما را انشالله به خودتون بپذیرید، ما را در جمع خودتون. بفرمایید بیننده گرامی. این حسین ابن علی فرزند بنت مصطفی شد شهید راه حق و در طریق خلفیا، چون پدر بودش علی و جده از مادر نبی، که چنین مردی نباشد شیر دشت کربلا. در نبود خیل لشکر تیر و شمشیر و سپاه، او نه ترسی و نه خوفی را ز شمشیر بلا. چون میدانست قدم در راه تقدیرش نهاد، رو نگردانید ز راه حق و تقدیر و قضا. این چنین شخصی است که دائم زنده است، این خداوند است که داده او بقا. کوفیان حقش و دنیا پرست، از برای چند روز عمر خود دادن جلا. خود فروشی کردن و هم دین فروش، هم جفا بر دین و آل مصطفی. آن برادر را بدانست کوفیان را چند، صلح با مشروط محکم بست در راه خدا. اول شرطش به نام آن خدا، دوم شرطش به نام مصطفی، سومین شرطش به حکم شهریار، دین احمد را ز ایشان برقرار. تشکر آقای موحد. امر باشد و حکم خدا، هیچ حرفی را نگردد جا به جا. تشکر آقا موحد گرامی. شرطی بدادی بیعتش، کرد امضا با شفیقان هیئتش. سلامت دیگه استاد. تشکر از با علم و تدبیر و شعور جده را، در بلند و بیریا و با صفا. ما که دادیم دل بر آل علی، قبل آن بودش نبی با 4 ولی. آن نبی بوده شمسی در میان. آقا موحد گرامی 1 دقیقه تمام شد، وقت تمام شد. باشه دست شما درد نکنه دیگه. تلفن بسته میکنم. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی شما وصل هستین. بیننده گرامی شما روی خط هستین، از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین. بفرمایید.
خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم با خدمت شما جناب استاد. سلامت باشین. بیننده گرامی خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ من محمد هستم از ایران صحبت می‌کنم با خدمت شما. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارید. شما دیدم من نظاره کردم برنامه شما را که درباره تکفیر و تکفیری بود. میخواستم خدمت شما عرض کنم که کشور افغانستان نیز مشکل تکفیر و تکفیری زیاد هست و معلوم نیستش که کدام تکفیر است و کدام تکفیری و قاطع شناسایی هم بسیار سخت و دشوار است و به نظرم وظیفه علمای دین از عالمان دین است، نه عالمان مضبوط، علمانی که باید در راه حق حقیقت در راه اسلامی نور محمدی تلاش کنند و در این باره گفتار کنند، سخنرانی و بحث کنند. و نکته دیگر این استش که ما دیدم در همه ایران بسیاری از کشته شدگان سوریه به نام شهید دکتر احمد هستند و این افراد توسط شما تکفیر شدند در این شبکه‌های توحیدی. آیا این درست است و اینها حکم تکفیر دارند؟ کدام افرادی که رفتن برای قتل مردم سوریه هدفتان است؟ این افرادی که رفتن به اصطلاح شیعیانی که در ایران هستن از حرم دختر پیامبر دفاع کنند. ما تعجب میکنم که این حرم دختر پیامبر یا حرم زینب، حرم رقیه است، حرم سکینه است، حرم هر که در حلب هست. این حلب، این سوریه تقریبا بیش از 1400 سال از حکمرانی اهل سنت در اونجا میگذره. تا حال یعنی اهل سنت این قبرها یا این آرامگاه ها یا این زیارتگاه ها را اینا تخریب نکردن، تا حال باقی مون تا این بچه ها برن. یه نکته خدمت شما گفته کنم، شما بذارید یک لحظه صبر کنید. بفرمایید. من خدمت شما عرض می‌دارم که من خود نمیدونم، من سوال داشتم از بفرمایید. موضوع شما خب ما هم خواستیم توضیح بدیم بیننده گرامی. ما خودم عالم نیستم. بفرمایید. من بخواستم نظر شما که میگید موضوع برنامه شما تکفیری است. بله، سوال شما چیست؟ میشه سوالتان مشخص کنید؟ پس خودتون تکفیری باید باشین یا خیر؟ نه بیننده گرامی، شما در صدد جنجال هستین یا مناظره هستین؟ چی میخواین؟ سوال شما چیست؟ مشخص سوالتان کنید. نه من خود سوال دارم، من به خدمت شما سوال دارم. بفرمایید در خدمت. من سوال من این است، از دیدگاه شبکه و توحیدی میخواستم بدانم که این افرادی که کشته میشن به اسم مدافع حرم هستن، از افغان هستن، از پاکستان هستن، از کشورهای مختلف هستن، در سوریه کشته میشن، اینها را شما تکفیر میکنید یا خیر؟ درست است. تشکر از شما، سوالتان گرفتیم. تشکر از تماستان. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. آخرین بیننده البته چون وقت ما خیلی کم مانده. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی کنین. ما عبدالصمد از تاجیکستان. آقای عبدالصمد در خدمت شما هستیم. اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارین. فکر من همین که امروز همون تکفیری ها هستن که مصیبت بر عالم اسلام شده ایستاده اند. بله واقعا ما اهل سنت و جماعت هیچ کسی را از اهل قبله را کافر نمیدانیم. بله. کسی که روی به قبله می آورد، کسی که به خدا ایمان دارد، کسی که به محمد علیه السلام ایمان دارد، با این شخص ها هیچ مشکلی نداریم. اما آنهایی که به ما اگرچه اهل قبله باشیم هم، اگرچه به خدا و پیغمبر ایمان داشته باشیم هم، بعضی از دعواگران اسلام به ما مشکلی دارند. ما را شاید باید بهانه خارج از اسلام دانند و همونها شاید تکفیری باشند، همونها شاید امروز مصیبت باشد برای عالم اسلام. تشکر آقای عبدالصمد، نظرتان گرفتیم. سلامت باشین. واقعا فکر تکفیری است که امروز یکی از بحران‌های بزرگی را در جهان
اسلام خلق کرده. برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح، اگر خیلی ها کوتاه در ارتباط به سوال ها و صحبت های بیننده های عزیز و گرامی اگر صحبت کنین، چون وقت ما دقیقه بیش نمانده. به هر حال اگر سوال درباره بیننده که از تاجیکستان گفتن در ارتباط به آیه سوره احقاف، من نمیفهم که در آیه 5 سوره احقاف روی چی بحث شده. آیه 5 سوره احقاف همچنان که گفتیم شمشیری بر فرق مشرکینه. الله سبحانه و تعالی میگه و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. الله سبحانه و تعالی میگه که چی کسی گمراه تر است از اون کسی که غیر الله را میخواند، من لا یستجیب له الی یوم القیامه، کسی که تا روز قیامت هم بر او اجابت نمیکنه و دعایش را قبول نمیکنه و صدایش را با شنیدی که قبول بکنه نمیشنوه. و هم عن دعائهم غافلون، و اینها از آنچه که اینها میخوانن آنها غافلن. خب این آیه جناب استاد صریحه برای رد مشرکین و برای کسانی که شرک میورزند و یا به تعبیر خودشان توسل میکنن که این حقیقت امر. جناب استاد این آیه قرآن کریم رد بر اونهاست. خیلی واضحه. اگر سوره مبارکه احقاف جناب استاد کسی از آیه اول شروع بکنه به خواندن، از آیه اول بخونه، بدون شک اینها، یعنی اگر کسی از اول سوره مبارکه احقاف بخونه، کلا واضحه و آشکاره و مسائل توحید در الله سبحانه و تعالی در آیات اولی این سوره مطرح میکنه تا آیه 5. کسی که آیات رو بخونه، قرآن کریم را بخونه و سوره احقاف یا این آیه کمی درک بکنه و دقت بکنه بالای این آیه، خیلی واضح و آشکاره و الله سبحانه و تعالی با زبان بسیار، یعنی با بسیار سلیس و روان برای ما مطرح میکنه، بسیار واضح برای ما مطرح میکنه. و الله متعال در قرآن کریم بارها میگه که ان انزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن را عربی فرستادیم، لعلکم تعقلون، تا شما درک بکنید بفهمید. قرآن را برای شما آسان فرستادیم، فقرا ما تیسر من القرآن. یا الله سبحانه و تعالی میگه قرآن آسان فرستاده شده و از این قبیل آیات. حقیقت امر اینه که کاملا واضح و آشکاره. اگر کدام کسی خواسته باشه از زیر این آیه در بره، خب خیلی راحت خیلی از گروه های باطل، حتی باطینی ها، امروز آیات قرآن کریم را به تعبیر خودشان تفسیر باطینی میکنن، به تعبیر خودشان و تفسیر غلط میکنن و احکام و اصول و ضوابط و آنچه که در اسلام هست، یعنی آنها را تغییر میدن، تعویل میکنن، به تعبیر دیگه تحریف میکنن. و تین و زیتون که بگن حسن و حسین، دین اگر بگن علی، هر چی و غیر از اینها. جناب استاد اینها خب کاملا امر اینها واضحه، همه مردم حالا شناختن اینها را میشناسن، کسی نیست که اینها را نشناسه الا که کسی خودش را به نافهمی بزنه و بگه من نمیفهمم. گروه های دیگری همچنین مثل اینها باطینی هایی هستند که به دنبال باطنن، به دنبال اینن که والله شما اهل ظاهر هستید و ما به دنبال باطن و به دنبال مغز هستیم و اصل را ما میگردیم. شما دنبال قشر هستین و ما دنبال لب به اصطلاح خودشون. خب جناب استاد، در ارتباط نظرتون در ارتباط به سیکولارها پرسیدن یکی از بیننده که آیا میشه بر سیکولارها؟ جناب استاد اگر به صورت وصف بگین، حالا مشکلی هست که ما وقتی به صورت وصف میگین کسی برداشت اشتباه نکنه. وقتی به صورت وصف میگین نه به صورت تعیین. یعنی تفاوت در اینه که وقتی میگین فکر سیکولاری فکر کفری است، در این شکی وجود نداره، در این شکی وجود نداره، چون انکار اجزای بزرگی از دین هست. بله. اجزای بزرگ از دین در فکر سیکولاریسم یا فکری که حقیقتا جدایی دین از دنیاست در متشکله و این فکر این مشکلات را داره. اما اینکه بالعین و به تعیین بخواهیم کسی را تکفیر بکنیم چون فکر سیکولاری داره، این جناب استاد مشکله. به خاطر اینکه ما بر میخوریم، نه اینکه اصلا ما تکفیر نمی کنین یا اهل سنت به صورت کلی تکفیر نمی کنن، چون این منهج مرجعه است. ما میگیم که آیا این ضوابط و شروطی که اسلام و قرآن و سنت پیامبر و علمای اسلام و علمای اهل سنت مطرح کردن، آیا در این نفر صادق میایه یا نمیایه؟ و این برمیگرده به اهلش که یک فرد معینی را خواسته باشن تکفیر بکنن. اما در این شکی نیست که فکر سیکولاریسم فکر کفری است، در این شکی نیست، چون اجزای بزرگ از دین را فرد انکار میکنه. بله. خب جناب استاد فاتح گرامی، بیننده اخیری که از
از افغانستان فکر کنم سوال کردن در ارتباط به عده از مزدورای رژیم ایران که امروز میرن در سوریه و کشته میشن. بله. حکم اینا رو پرسان کردن. این نظر شما درباره اینا چی است؟ اولا جناب استاد این یک دروغه که حضرت زینب در اونجا دفن باشه، در سوریه دفن باشه. در مورد حضرت زینب اختلافه. برخی‌ها میگن در مصر، برخی‌ها حتی میگن در مدینه دفنه. و این هم دروغی ساخته شده از روافضه که به هر حال حضرت زینب در شاید تلاش بکنن روایاتی بیارن که نه والله نه هست، روایاتی هست و از این قبیل و از اون قبیل. خود اینا جناب استاد انکار میکنن، برخی از اینها حتی خودشان انکار میکنن. از علمایشان وجود داره کسایی که این موضوع را انکار میکنه که اصلا حضرت زینب در شام دفن نیست. و باز استدلالی که شما کردین جناب استاد این استدلال بسیار منطقی است اگر کسی منطق داشته باشه. همین اهل سنت در همین جا حکومت کردند، سالها اهل سنت در همین سوریه بودن، در همین شام بودن، کسی قبر حضرت زینب را خراب نکرد. امروز چی شد که یک بار وقتی که نظام بشار اسد میخواد بیفته یک بار شما با فکر حضرت زینب افتادید؟ حضرت زینب به والله قسم جناب استاد یک وسیله هست. اینها نه به حضرت زینب نگاه میکنن، نه به حضرت علی نگاه میکنن، نه به این نگاه میکنن، نه به اون نگاه میکنن. یک جای بسازن که از اون 4 تا پلنگ و 4 تا عمامه بسر و 4 تا مفتخور و شکم بزرگ بیای اونجا بشینه و خلاص از کیسه مردم بکشه و به نام حضرت زینب و به نام این و آن بگیره. و از جهت دیگر ایران میخواد متحدان خود را از دست نده. یکی از بزرگترین متحدانش که نصیری ها هستند که به نظر خود امامیه اونها را نصیری ها را تکفیر میکنه، حالا به جای رسیده که از اون دفاع میکنه. دفاع مسئله سیاسی با والله قسم جناب استاد مسئله دینی نیست. وگر نه اگر مسئله دینی هست، اگر مسئله دینی هست که اینها میخوان قبر حضرت زینب، اینا از آدرس دین، از نشان دین اینو اونجا رفتن. این یک دروغه جناب استاد با والله قسم این یک دروغه. این جوانان بیچاره را فریب میدن. اینها هم خب برخی از جوانهای کلخان بگین به هر حال نمیفهمن، اصلا متوجه نیستن که بحث از کجاست. الله اکبر لبیک یا زینب، نعوذ بالله این حرفا چیه؟ شما نه از دین اطلاع ندارن. بله از دین اطلاع ندارن جناب استاد. ما حقیقتا بدون شک میگین این خونهای اینها، این کسایی که خونهای اینها ریخته میشه، اگر که اینها از روی نافهمی همین کار انجام بدن به گردن این حکومت ظالمیه که به نام حضرت زینب اینها را میکشه که شما بیاین برین در اونجا کشته بشین و بعد اینها را شهید گفتن. این بزرگترین توهین به شهداست، بزرگترین توحید به شهدای اسلام و به شهدایی است که قرآن و سنت پیامبر علیه السلام آنها را واضح میکنه. اینها نه شهیدن و نه هم نمیگین به صورت صریح این افراد را یعنی خاصتاً و معین بگین اینها کافرن، اینها کافر از دنیا رفتن یا کافر کشته شدن، ولی میگن که اینها بر باطل از دنیا رفتن، اینها بر باطل کشته شدن. در این شکی وجود نداره، چون اینها نه مسئله حضرت زینب نه دیگه مسائل هست، بلکه همان مسئله است که برین در اونجا ما سنی کشی بکنیم یا به تعبیر اونها برین وهابی کشی بکنیم، ناصبی کشی بکنیم، تا اینکه به تعبیری که سالها میگفتن راه قدس یک بار از لبنان باز شد، یک بار از اونجا باز شد، یک بار از اونجا باز شد، حالا هم راه قدس میخواد از اینجا باز بشه و از این طریق بیان بر حرمین شریفین اینها تسلط پیدا بکنن و حمله بکنن به حرمین شریفین و به احترامی برای حرمین شریفین بکنن. ورنه اگر کدام هدف جناب استاد نیست، اینها به والله قسم نه مسئله مذهب در اینجا مطرحه، نه مسئله حضرت زینب مطرحه. شاید این پایینی ها، این کسانی که اینجا میرن با این فکر برن، ممکنه، نمیگم که نمیرن اینها، شاید به این فکر برن، ولی حقیقت امر اینه که یک فریب جناب استاد، یک تله هست برای به دام انداختن این بیچاره ها و خلاص به نام حضرت زینب برین یا الله که از حضرت زینب دفاع بکنین. حرم حضرت زینب به دست وهابیت پلید به هر حال خراب شده و نجس شده و از این قبیل حرفا. جناب استاد فاتح، اگر میشه به گفتم یک محور بحث ما باقی ماند و اگر قرار باشه، چون اگر بحث را آغاز کنیم فکر کنم که شاید وقت برای ما وقت کافی باقی نمانده بیش از 1 دقیقه. چی بسیار خوشحالم که اگر یک برنامه دیگه بگذارین که در ضمن که این حرفا را بزنین، چون وقتم فکر میکنم تمام شده، که اسباب رو بگین و در ضمن اون یک حرف دیگری که خیلی مهمه، اتهامی که امروز بر شیخ محمد ابن عبدالوهاب زده میشه که تکفیری بوده و از این قبیل حرفا، از برخی کتب این بزرگوار بیارین برخی از مسائل. خب من میخواستم این محور بحث هم تمام کنم، اما گرداننده برنامه اجازه نمیتونه. در 1 دقیقه فکر کنم که نمیشه این مسائل گفته بشه، از پیش ما. خب برنامه را در اینجا خاتمه میتیم و از جناب شما جناب استاد فاتح گرامی ممنون و متشکر هستم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودن و این برنامه را دیدن. امیدوار هستیم که از
مباحث این برنامه مستفید و بهره‌مند شده باشند. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.